کمیته اولتوی فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به ساکنان توصیه می‌دهد که به بام‌های خانه‌های خود توجه کنند. ساکنان شهر و دهات باید سر وقت بام خانه‌های خود را از برف تازه کنند. خس و خسروبه‌هایی که شمال آورده است نیز از ریزشگاه آب بیرون نمایند. به این راه ندهند که برف آب شده شبانگاهان یخ بندد و شوشه بامگوشه‌ها آدمان را جراحت دار کنند. آنهایی که از راه‌ها می‌گذرند خیلی احتیاطکار باشند. دانسته باشید که همیشه زیر کرپه برف یخ نهان هست و حادثه های لغزیدن و لت خوردن زیادند. بخصوص اگر ببینید که از بام و نوه ها و دیوارها شوشه های یخ آویزانند، باید با احتیاط دور از آنها گذرید. صاحبان ماشین ها باید ماشین های خود را دورتر از دیوار خانه ها و بناها نگاه دارند. این ماشین ها می توانند بر اثر از بام ها سرازیر شدن یخ و برف ضرر بینند. والدان محترم تلاش نمایید فرزندان خود را به نظارت نگذارید. اگر شما آنها را تنها به مکتب میفرستید و یا به سیر و گشت، حتما درباره خطرهای احتمالی در راهها، برف و یخ و غیره آنها را آگاه نمایید. کمیته همچنین شهروندان را آگاه میکند که به سبب گرم شدن دمای هوا، آب شدن برفها و پیریخها یک امر طبیعی است و در راههای کوهی این میتواند سبب خطر باشد، چون معمولا گرمی هوا موجب لغزش ترم می شود. بازم کمیته از ساکنان خواهش میکند از سفر به منطقه های ترمخیز خودداری نمایند. رانندگان قبل از سفر به راههای کوهی حتما درباره وضع راهها از منبع‌های دخلدار و آگاه از قبیل کمیته اولتوی فوق‌العاده، بازرسی دولتی اتومبیلی، وزارت نقلیات معلومات دسترس کنند. آگاهی از وضع راهها سفر شما را به خطر میگرداند. رعایت قاعده‌های حرکت در راهها، سرعت و رعایت فاصله بین ماشین ها گرد اصلی به خطری شماست. اگر دچار حادثه فوق‌العاده شدید، پس لطفاً به شماره های 112 زنگ زنید.